مادرتون هستن؟ بله نیروی چشم هستن. انشالله که همیشه سایه‌شون بالا سرتون باشه. با شما زندگی میکنن؟ وقتی پدرم فوت کرده با من و همسرم زندگی میکنن. خب ما یه چالش باهاتون داریم. همین الان به همسرتون زنگ بزنید بگید که من میخوام مادرم ببرم بذارم خونه سالمندان. ببینیم چی میگه. نه نمیتونم همچین چیزی رو بگم. مادرم دوستم. زنگ بزن پسرم، شوخیه. باشه مادر جان. عزیزم میخواستم یه چیزی رو بهت بگم که چند وقت داره فکرم درگیر میکنه. عزیزم میگم مادر بزنیم خونه سالمندان. من دیگه نمیتونم. از تفریحاتمون زدیم، اشغالامون افتادیم، نمیتونیم جایی بریم راحت. بی خود میکنی، تو غلط میکنی که میخوای همچین کاری بکنی. یه مادر خودمه دیگه. مادر منم من تو چیکار کردی برای مادر؟ من همه کاراشو دارم میکنم. وقتی الان با مادر خودت دیدی فردا هم زندگی کنم. الو عزیزم سلام. سلام، خوبی مامان؟ ببین این یه شوخی بود، خیلی دوستت دارم. من تو رو دوست دارم مامان، عاشقتم. آقا به به واقعا به این عروس به افتخارش یه قلب قرمز زیر بزنید.